مود دیمن اسلیر ماینکرافت از روی مانگا ژاپنیش درست شده و هم میشه قسمت داستانیشو بازی کرد هم برای فان. این مود تا ورژن 1.16.5 اومده و الان تقریبا توی همه سایت ها قابل دسترسه. این مود کاتاناهای کاراکترها، خود کاراکترها، مکانهای مهم مانگا و خیلی چیزهای دیگه که مربوط به مانگا و انیمه رو به بازی اضافه کرده. این مودی که معروف ترین مودای ماینکرافته و امروز قراره که یه گیم پلی ازش ببینیم که اگه خوشتون اومد بتونین برین بازش کنین. ولی قبل اینکه بریم سراغ ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنین. بزن بریم سراغ این ویدیو. دوستان ما اومدیم اینجا، میتونید بچه ما اومدیم و اینجا میتونید یک هرچی که هست خب اینجا یک اسب شخم زن خرچنگ رو میبینید بچه ها که بچه به جاش ما عینا داریم، نمیدونم باش میشه چیکار کرد ولی خب آره بریم شمشیر بگیریم. چیم؟ ما سیاهیم. بذار قیافم ببینم. او شیکارا جیگدی جوجو گوجو بوجو. فقط این مشکلی هست من نمیدونم چی کارم. چی شد؟ چی شده؟ آها من آتیشم. آره من آتیشم کوکا. و او کم صبر کنیم شب بشه و بریم که کارو در بیاریم. فقط من چیز میز کم دارم، غذا از این کلاغه میتونم میشن بگیرم برای داستان بازی ها، ولی اینا کوردینیت هم میده. حالا میریم یه قسمت اول هم میریم، ولی الان فعلا باید یکم خودمون رو آپگرید کنیم به لول های آپگرید. یه زامبیه نه گاو و ما با اینا. گاو خوبه بذار. آقا یه دقیقه وایسا، من آتیشی دارم میزنم، چرا اینو گوشته خام به من میده؟ این چه وضعیه؟ چی شد؟ چیکار کردم؟ یا خدا چه اتفاقی؟ آقا این همه ماسه. اوه بیا مرد؟ آه نه بیا تمام. اولین دیمن داری بیا داده. چرا هیچی نمیاد؟ صداهایی اومد، یه صداهایی. اینا بیا اگه داری بیا. آقا گوسله یا من دارم با یه دیمن فایت میده. مرد. همه تون رو میکشم، همه تون رو تو گونی میکنم. این چیه؟ الان من با این میتونم فایت بدم؟ فکر کنم مجبورم فایت بدم. بیا جلو. نداری. یا خدا گرنید داره میندازه. چه اتفاقی داره میفته؟ بیا یو آمدم اینو میزنم ظاهرا. به نظر میاد که من قوی قدرتم. یو نمیخوام. اینو بزن یه گرنید روی این بندا. سید چرا وایسه؟ سید نی آقا افتادن دنبالمون، تیم اپ دارن میکنن. یه هیل بزنم حاجی، یه هیل. این که این خوبه، آدم خوبه دیگه ایشالله. نه او ماگا این آدم بده. نه این آدم خوبه دارن، نمیدونم الان منو میزنه. یا دوست باشیم. آقا چرا چیکار میکنی؟ آها این رو ازش میزن. به نظر من اینجا بری. ای وای من هیل ندارم. دارم ولی خب بذار هیل دارم کار میده. درن اینجا زدی زامبی به خدا کارید ندارم. اتفاقی نمیافتاده. ما اصلا هیچ. فقط من نمیدونم چرا دیمن پیدا نمی کنم. همه یه مش گوسله‌ای مثل من. نگاه
دست درد نکنه سید. ها بیا بیا. ای چقدر ضعیف بود. این چی بود؟ آقا این مال منه بابا. عجب آدمای. بذار رو تو. این چقدر خوب بود. خب بریم فن بعدی. سامرسان. چی داره میشه اونجا؟ بیا بیا بیا. یا خدا یا خدا. این خوب است. این خوب است. بیا بیا بیا. چرا پرت نمیشه؟ بذار ببرم پیش بچا. بچا سلام بچا. بچا بزنینش. بچا بیان پی وی پی. بچا بیان. آقا این داره مردن. ببخشید آقا ببخشید. هاشیرا هاشیرا. یا علی چه اتفاق. هاشیرا هاشیرا چه اتفاقی. هاشیرا اینجا نیست. این چیه دیگه؟ بعد چیکار دارم بکنم؟ هاشیرا هاشیرا جان. اصلا هاشیرا نداره اینجا. نه بابا گولد فیش آخه. ای خدا. من سریعم. من هاشیرا شدم. برا غذا. به 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 به. ای عجب غذای حقی بود. خلاصه همه رو میتونم بزنم. اینو مثلا میتونم بزنم. بعد ببین برا چقدر من خفنم. همه کار میتونم بکنم. فقط اینا دارم. نمیدونم اینا الان بخورم زامبی میشم یعنی نه دیمن میشم یا نه مثلا چجوری قضیه نمیدونم خیلی. خب خلاصه الان بعد یکم صبر کنیم شب بشه بعد دیگه بریم بخوریم دیگه. چیکار کنیم؟ قضیه اینا چیه؟ دیمن؟ فکر کنم الان موقعیت خوبیه. بذار من اون پشت چیز میز بخورم. من الان میام سید. من الان میام. صبح شد. بیجلو بیجلو. اولالا چه با کلاس. خب من الان دیمنم. الان یعنی من نمیتونم اینو بکشم یا میتونم؟ خب با نظر میاد من همه چی میتونم یعنی مثلا چه قضیه چیه آجی؟ قضیه انصافا چیه؟ خب بریم الان مثلا من میتونم نزوکو بکشم. خب من نزوکو کشم. تانجیرو نمیاد بذاره. عجب کار حقیه. خدایی دیمن بودن عجب کار حق. پاندر گرفتم. چی شد؟ آقا حالا یه دقیقه وایسه. کی افتاد؟ این یارو آبیه افتاد بهم که نقی. چه داره میشود؟ او مای گاد. دردن کمک کنید حاجی. کی با کی داره میجنگه؟ چرا من نمی آها جونش یکه. بیا 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 بیا. یو 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 یو. چیکار کردم؟ یه کاری کردم. داشتمی داشت. چی اسمت؟ کوکوشیبو. کوکوشیبو. من اینا میخوام. آجی من موزان و ویلنا میشناسم. این یارو که منو کشته بود بی تربیت. بذار چه کردی؟ تمام. آجی من دم کر میشم ولی مهم نیست. چطوری داشت؟ خوش میگذره؟ چه رفت؟ ای دیگه چیه؟ چرا؟ راستش دقیقا باید همینجا باشه. من نمیدونم چرا نیست. نکن
بذار دقیقا باید اینجا باشه. انا نمیدونم چون نیست. حاجی شاید توی زمینه. نه ببینید دوستان، من 2 ورد رفتم، تو هر 2 رفتم اینجایی که گفته بود نیست، نبود، نگردین، نخواهد بود. ولی قبلا رفتم، راستشو بخوای قبلا این مادو توی ورژنای قبلیش رفتم، کار میده، خیلی باحاله و آره دیگه حال میده. خلاصه من بخوام ببینید من به این ماد 9 از 10 میدم. فعلا این ماد اول سریه، چه ماد هنوز فعلا رتبه اوله. حالا بقیه مادا میان ببینیم که چی میشه. و اینکه این حاج آقا به نظر میاد که بخواد ما رو مردن. آره دیگه، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.